السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام خوب این سودن انشاءالله استاد سلامتی هرتون خوبه کو. الله الحمدلله. متعال حفظتون کنه. یک مقصد در این مسئله یک برادر کافه داره، کافه مقصد حلال چی میکنه شاگرداش شرایی میکنه. یک دو شاگرد داره نماز نمیخونن، خودش نماز میخونه الحمدلله، لیکن اون شاگردا نمیخونن. مثال رایشو میکنه که بره گاو مثال گوسفند بزه در اون فرما بکشین بگیریم بیاریم بسم الله الله اکبر میگن میکشن، لیکن نماز نمیخونن، میارن در همین کافه مقصد یعنی که میفروشن خیلی اوقاتا و هر چیزی رو میکنن. همین که انسانایی که نماز نمیخونن ذبح کنن مثال همین حیوانات را بسم الله الله اکبر بگن، مقصد درسته خوردن این چیزا. همون صاحب آشخانه حلال رسانید که یگان آدمی نمازخانه فرستاند. مردم به امید حلال گفته به آشخانه حلالش از راههای دور بنزین صرف کرده میبیان تا اینکه یک لقمه حلال خوریم گفته. بنابراین هیچگاه آدمی بی نماز یعنی که وکیل نکند، یا آدمی به نماز وکیل کند که رفته قربانی کند ذبح کند. فهمو؟ ان شاء الله فهمو. بارک الله فیک. حلالش کنده ماند نباشد. یعنی که این مردمی که میخرن مثال حاضرای استفاده میکنن او به خبرن مثال نمیدونن، مثال ما خودمون فهمیدیم که همون انسانی که میکشن نماز نمیخونده. نکنن این خیلی کار. آدمی به نماز هم اگر رفت و بسم الله الله اکبر فراموش کند اون گوشت حرام میشه قول صحیح. ولی بعضی ها گفتن که نام الله در قلب مسلمان است، ولی الله تعالی میگه که ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، شما نخورید از آن گوشتایی که نام الله در وقت ذبحش ذکر نشد. داملا اینجا حاضر گفتند که بسم الله الله اکبر میگوید و بعد میکشد، اما نماز نمیخواند گفتند. نماز نخواند در نزد طایفه از علما گوشتش نادرست است. برای همین مادامی که این یعنی که قهوه خانه حلال است حلال کرده فروشد، بی نماز نماند به سری ذبح. ان شاء الله میرسونیمش. بعضی تاجیک ها در روسیه یا در دیگر جا مادامی که فروشندش تاجیک یا آذربایجانی است خریده هم میگرفتیم دیگه، حلال است حرام است مسلمان فروخته صد است گفته. آن یک دنیا مسلمان ها به حلال و حرام پروا ندارن. بنابراین فروختن مسلمان دلالت نمیکند که آن چیزی که وای میفروشد حلال است. در بعضی کشورها آخر از دور آشخانه حلال کافته میرید که عرق هم فروخته صد است. سبحان الله. میگه این گوشت حلال است، گوید ها گوشت حلال است. میگه به عرق چی گفت این طرفش حلال است این طرفش حرام است. این خیلی نمیشه آخر. اتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. شما به بعض دین مقدس اسلام ایمان میبرید و به بعضش کافر میشوید. ادخلوا فی السلم کافه. الله تعالی میگه که به دین اسلام با پررگی درآیید. خیلی که یک قسمش اجرا کنید یک قسمش نه. عرق هم میفروشه گوشت حلال هم میفروشه. یا برادر یک جینش به مغازین فرستنده است و که گفته است روید یک شیشه عرق و یک کلباسه حلال خریده بید گفته است. یک شیشه عرق و یک کلباسه حلال. اون چی فایده داره؟ عرق حرام است با یک کلباسه حلال. نعوذ بالله. بنابراین به اسلام با پررگی درآیید. چون اینکه گفتید داملا خود تاجیکستان رو بیاید چی میکنیم گوشت فروش های تاجیکستان، آیا فکر میکنید که همه آنها نمازخوان هستند؟ نه فکر آنها مال میکشند، مال را به مردم پیشنهاد میکنند، نماز نمیخوانند. چگونه میشود؟ آدمی که مقصد دینداری آسان نیست برادر، علل خصوص در این زمانه. یعنی برای خودتان مهنت میکنید، میرید از دو قصاب یا روبروی سود یکش نمازخانه یکش بی نماز، از نمازخانهش میگیرید تمام. یگان جای مشکلی نیست. میشناسید مثلا در بین قصاب ها نمازخانه ها را در نماز ها میبینید، در نمازهای جمعه میبینید، از همان ها رفته خرید تمام. یعنی یک بار دیگر نباشد یادرس کنید داملا آن همان حدیثی که حدیث بسیار مشهور است از عایشه رضی الله عنها نقل شده است که غیر مسلمان ها گوشت آوردند و گفتند که آیا ما این گوشتشان را قبول کنیم خوریم یا که نخوریم، و رسول غیر مسلمان ها بسم الله گوید و خورید گفتند. آخر غیر مسلمان ها نه آوردند، گوشت مسلمان ها آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به خانه اومدن حضرت عایشه گفتند که یا رسول الله اون مسلمان هایی که دین ایمان آوردن و ما گوشت فرستانیدن گفتند. یعنی که اون کافر نبودن، اونا این بی فهمی به
علمی یعنی بعضی گوییم حتی طالب علم هم همین درست نفهمیده و مردم بسم الله گویی خور و بسم الله نان هم بسم الله گفته میخورید آب و چای هم بسم الله گفته میخورید اگر فقط این برای گوشتی حرام بسم الله گفتن که حلال میشد کار سهل و سبک بود دیگر قصه هم مراتبه نظر کنه یا حدیث خوانید یک اون تو فهم استفاده برید عقل الله تعالی داده را اون حدیث حضرت عایشه میگویند که یا رسول الله اون مسلمان هایی که دیروز مسلمان شدن یعنی چند روز پیش مسلمان شدن به ما گوشت فرستانیدن آدمی که دین کافر بود و امروز مسلمان شد همین روز همه احکام شریعت را نمیداند لیکن او مسلمان است بنابراین حضرت عایشه شبهه کردن به ما گوشت فرستانیدن آیا خوریم یا نخوریم گوشت از آن ذبح مسلمان ها هست فقط شک در آن است که آیا آنها بسم الله گفتند یا نگفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت شما بسم الله گویید و خورید گفت آیا این گوشت نصرانی های یهودا نبود برادرای عزیز یک به حدیث نظر کنید این قدر بیفهم نشوید آنها مسلمان بودند فقط مسلمان لیکن نه که اسلام قبول کرد تمام احکام شریعت رو میداند یا نمیداند حضرت عایشه رضی الله عنها شبهه کردند